سلام دوستان، اگه بخوایم بگیم پاچه خاری کسی رو کردن به انگلیسی یا تملق و چاپلوسی کردن چی میگیم؟ از 3 کلمه استفاده میکنیم: کاری، favor with. ببینید کاری یه نوع غذای هندیه که معمولا با گوشت و یا سبزیجات و یه سس تند خورده میشه. favor هم به معنی لطفه و حرف اضافی یا پرپوزیشنش هم with هستش. پس کاری favor with. یه مثال میزنم براتون، بعدش تو اصطلاح‌های بعدی مثالای بیشتری. مثلا میگین چی؟ میگین که she is trying to curry favor with her boss. she is trying to curry favor with her boss. یعنی اون سعی میکنه که پاچه خاری رئیسشو کنه.